دکتر اورژانسیه هی راجون اومد. ای احمق پدرم با موتور آوردی؟ میخواستی با پست بفرستمه؟ هی با شغل بابام شوخی نکن. حالا بابام کجاست؟ برای دکتر بپرس. یکم دیرتر می آوردین از دستش میدادیم. خوب شد که منتظر آمبولانس نموندین و با موتور آوردینش. خب دیگه من الان میرم، اگه مشکلی بود با هم تماس بگیر. باشه؟ راجع ممنونم رفیق. بهت نگفته که دوستای خوب بزرگترین نعمتهای آدم هستن؟ مگه شما فردا امتحان نداری؟ از این امتحانا خیلی هست، ولی پدر دوستمون یه دونه است. ما اینجا رو بدون پستچیمون ترک نمی کنیم. نگران نباش. راجع منو ببخش، من ترسیده بودم. اشکال نداره آروم باش. لطفا منو ببخش رفیق. نگران نباش، آروم باش. برو پدر ببین، با این صورت پر از گریم پیشش نرو. برو.